وقتی که با کافر ملاقاتت حاصل شد فضرب الرقاب، چی در کار است؟ بزنین در گردنشان، حتی اذا اثخنتموهم، تا که بکشین، کثرت خونریزی بکنین، فشد الوثاق، محکم کنید قید و ولچک و زولانه را که نگریزن اسیر شه. کفاری که خدا به نام دانشمندان مبصر و مفکر انتخاب میکنن، عنوان میکنن، اونا میگن اسلام بعضی نواقص خدا داره، نعوذ بالله، من جمله نظام بردهداری. نظام بردهداری میگه در اسلام نقص است. چرا؟ از انسان غلام کنیز ساختن و این غلام و کنیز مانند مواشی در بازار فروختن، دها دست تبدیل میشه و این کنیز که دها دست تبدیل میشه، دها نفر جماع میکنه بعد از یک استبرا که یک حیض استبرا داره. پس این یک نوع ظلم است، نعوذ بالله، سلب آزادی انسانیت است، سلب آزادی مفکوره انسان و الحاق انسانیت به مواشی و بهیمیت است. فلهذا این نقص اسلام است که نظام بردهداری و کنیزداری را در جهان اسلام عرضه کرده، به عنوان یک جزیه دین تقدیم کرده. بردهداری تا قیامت ختم نمیشه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست. هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست، از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها همه مردانه غلام میشوند، زنانه چی میشه؟ کنیز. تقسیم میشه بین مجاهدین. مال و دارایی و زمین و جایداد بارید چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد، هر آنچی از کافر به دست مجاهد می افتد نامش غنیمت است. مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیت که به دستشان آمده اسیر شده، زنده اونا غلام و کنیز میشه. غلامش عیس استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه، عمل جنسی ممنوع است. اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جماع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، 10 دست که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بس دوباره چی میشه بگو؟ او به او جماع میکنه به نکاح. به نکاح خودش هم کنیز شدن خودش یک نوع مشروعیت است. قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جماع میکنن ملامت نیستن. درست است نه؟ به زن و کنیز، به زن به نکاح، به کنیز به ملک یمین میگوره. تا که حکومت عیسی علیه السلام نیاید تا اون وقت جهاد ادامه داره. تا زمانی که در سرزمین هیچ دین نماند جز از دینی که اسلام عزیز، کفر یکسره دامنش چیده شود، اسلام به همه ادیان غالب شود، جز از الله کسی عبادت نشود. تو گل می فلک و